سرخط مهمترین خبرها: زلزله سخت در تاجیکستان، بعضی ساکنان دوشنبه از ترس به کوچه برآمدند. اظهارات وزارت کارهای خارجه درباره تحریم 3 بانک تاجیکستان و محدودیت در کار واتساپ و تلگرام در روسیه. نزدیکان مهاجران چی میگویند؟ سلام بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نویدی بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 3 نوامبر سال 2025 است. شب دوم بعد 3 نوامبر زمین لرزه سخت تاجیکستان و چند کشور منطقه را تکان داد. با گزارش مرکزهایی که زمین لرزه را ثبت میکنند، زلزله ساعت 1:29 به وقت دوشنبه رخ داده است. مرکز زمین شناسی آمریکا نوشته است که مرکزی زمین لرزه ولایت بلخ افغانستان بود. لرزش زمین در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان هم ثبت شده است. بعضی ساکنان شهر دوشنبه از ترس تکرار زمین لرزه نیمه شب به بیرون برآمدند. ساکنان میگویند که در چند سال اخیر چنین زمین لرزه سخت را ندیده بودند. قوه زمین لرزه در پایتخت تاجیکستان و همچنین خسارات آن معلوم نیست. مقامات تاجیکستان در این باره چیزی نگفتند. تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. هر سال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منازل ساکنان ویران می‌شود. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از تحریم شدن 3 بانک تاجیکستان از سوی اتحاد اروپا نگرانی عمیق کرده است. اتحاد اروپا روز 23 اکتبر در دایره بسته نوی تحریم‌ها علیه روسیه 3 بانک از تاجیکستان، سپیتامنت بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان را بر روی خط وارد کرد که هر گونه معامله با آنها منع است. در اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از روز 1 نوامبر آمده است حکومت تاجیکستان وضع را مورد آموزش و پیگیری قرار داده برای کاهش دادن پیامدهای منفی این تحریم‌ها چاره‌های ضروری می‌اندیشد. اما در این اظهارات گفته نشده است که حکومت برای کاهش دادن پیامدهای منفی این تحریم‌ها چه چاره‌ها خواهد اندیشید. اظهارات وزارت کارهای خارجه همچنین می‌گوید که حکومت تاجیکستان آماده است با شریکان بین‌المللی برای پیشگیری از خطرهای مربوط به سرکشی از احتمال چاره‌های تحریماتی همکاری نماید. از این قبل بانک ملی تاجیکستان هم گفته بود که پیامدهای تحریمات اتحاد اروپا به ضد 3 بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن عاقبت‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. 3 بانک تاجیکستان که از سوی اتحاد اروپا تحریم شدند از جمله بانک‌های سرمشتری در تاجیکستان هستند. حکومت تاجیکستان طرح بودجه کشور برای سال 2026 را بررسی و آن را به پارلمان فرستاده است. طبق طرح حکومت حجم درآمد بودجه سال آینده 65 میلیارد سومانه یا 7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در بودجه نو برای ساحه‌های اجتماعی 29.5 میلیارد سومانه پیش بینی شده است که 44% حجم عمومی خراجات بودجه یا 15.1% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. معارف و تندرستی از جمله ساحه‌های اجتماعی به شمار می‌روند و مقامات جدا کردن خراجات زیاد به این ساحه‌ها را نشانه از توجه بلند حکومت به رشد سرمایه انسانی گفتند. اما آموزگاران و پزشکان در تاجیکستان از معاش کم شکایت می‌کنند. در میان کشورهای سابق شوروی، شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کم را می‌گیرند. کم بودن معاش کارمندان بودجوی یکی از سبب‌های به میان آمدن فساد گفته می‌شود. اوکراین برای حمایت از فضای خود از آلمان نظام ضد موشکی پاتریوت دریافت کرده است. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی 2 نوامبر در یک پیام ویدیویی از صدر اعظم آلمان فریدریخ مرز سپاسگزاری کرد. با گفته زلنسکی گفتگوها برای مستحکم کردن نظام ضد هوایی اوکراین هم در سطح سیاسی و هم با تولید کنندگان ادامه دارد. روز 1 نوامبر لایحه کمک آلمان به اوکراین در شبکه ایکس نوشت اوکراین در روزهای نزدیک 2 نظام ضد موشکی پاتریوت میگیرد. مبلغ این نظام دفاع هوایی را دانیا، لیتوا و نروژ پرداخت کردند. ماه ایول امسال باریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان گفته بود اوکراین با 5 نظام دفاعی هوایی پاتریوت احتیاج دارد. رئیس جمهوری اوکراین تابستان امسال از آمریکا خواسته بود به کیف 10 نظام ضد موشکی پاتریوت بدهد. پرزیدنت آمریکا از آمادگی کشورش برای انتقال 17 نظام پاتریوت به اوکراین خبر داد، ولی گفت که مبلغ آن را کشورهای اروپایی میپردازند. با گزارش برخی رسانه‌های مستقل، مقامات روسیه در کار ضمیمه‌های واتساپ و تلگرام محدودیت جاری کردند. گزارش شده است که کاربران نو در وقت ثبت نام در این 2 ضمیمه دیگر از شرکت‌های موبیلی پیامک نمی‌گیرند. واتساپ و تلگرام 2 برنامه معروف در میان مهاجران و واسطه تماس آنها با خانواده‌هایشان هستند. پیشتر مقامات روسیه زنگ زدن از طریق پیام‌رسانی واتساپ را مسدود کرده بودند. همکاران ما ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که محدودیت در کار واتساپ و تلگرام در روسیه برای نزدیکان مهاجران چه مشکلی‌های نو را به میان می‌آورد. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم. Akama neki 1 سپتامبر بود. همه خیلی که واتساپ محکم شد. دایوای گامزن این موقعی گامزنم. یعنی حضور این موقعی گامزن. این موقعی گامزنم. چیش خوب بود در واتساپ
مقصد اگون گروپ میکردم میشته دا و نمیشه دا ایمو گروپ بکنه نمیشه مشکل تر شده اول چقدر گپ میزدی حضور چقدر گپ میزنی با برادر با برادرم یکم با واتساپ گپ میزنیم واسه باشه با ایمو نه مثلا تست گپ میزدی اول نه ده گپ میزنیم میگه اینترنت سده جوزی مشکل میخوره حضور گپ نمیزنی یگون نویسک میکنن یگون وای میکنن خیلی وای نمیکنیم گپ زن نمیتونیم چند وقت شد گپ نمیزنی حق خیلی شد мисолга бачаам лишна фақат видеозвонок хати медид бози мисолга бам хеле боша вай одат кардага бачи хеле мешава конечно вай зиқ мешавад психически одамо вайрон мешаванд кудако тем боле ин наврасан ё ҳамаш мо ку хай одамои гуфтияпо взрослияна все равно ҳаст одаме ки пасаяни гап мезанад мисолга ҳеҷ накна рӯзишда дуруст пас як рӯз ҳар рӯз все равно вай кудакай вай бояд бина инам як вигат барои мардум буд авози неси намедонам ягон тарифи дигаша мумкин ӯи кунан бошад مشکل شده است توزیع Müşkiler basit durumda. Bırak oylaşan zangdan geçelim. مثلا پیش چقدر گپ چند روز جمهوری ده هر روز گپ میزنی Peşter mümkün ki yarus pası durup pas gab ne zatkı oylaşıp ama ki hem bir sonra sordu ne vakit dedi. Hem çocuksun ama ne arası ki mal yapıyor. Benim sonra peri çormadan o gün بگیریم اینجا نیست. بینندگان عزیز شما از کدام راه با نزدیکانتان در روسیه صحبت میکنید می توانید نظر خود را در ذیل برنامه نویسید. مقامات تاجیکستان کنده شدن پاره عظیمی از یک پیرخ بزرگ در قطارگاه اسماعیلی سامانی را شرح دادند. حادثه 25 اکتبر در حدود ناحیه تاجیک‌آباد رخ داد. نمایندگان آژانس هواشناسی تاجیکستان 31 اکتبر در نشست خبری با حضور نمایندگان رسانه‌های حکومتی گفتند سبب اساسی کنده شدن پیرخ بلندشوی حرارت هوا و نبودن بارش‌ها در دوره طولانی میباشد. متخصصان گفتند که این دو عامل به آبشوی شدید پیرخ و تغییر توازن آبی آورده رسانده است. در آژانس هواشناسی تاجیکستان گفتند که نظارت یا مانیتورینگ دائمی پیرخ‌ها در کشور ادامه دارد. به گفته مقامات درازی پیرخ جدا شده 1.5 کیلومتر بوده، بلندیش 50 متر بود. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدیویی از حرکت این پیرخ نشر شد. به اطلاع مقامات تاجیکستان این حادثه تلفات جانی و خسارات دیگر در پی نداشته است، اما به گفته متخصصان بر اثر بارش باران‌های سخت و تکرارا کندن پیرخ از بدن پیرخ بزرگ آن می‌تواند به برخی دهه‌های جماعتی دهات قلعه لب آب خطر داشته باشد. در تاجیکستان بیشتر از 14,000 پیرخ وجود دارد. تاجیکستان کوهستانی با پیرخ‌های خرد و بزرگش منبع اصلی آب در آسیای مرکزی است، ولی در 3 سال اخیر به سبب گرمایش کره زمین بیشتر از 1000 پیرخ کاملا از بین رفتند. بخش یک روزی تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 نوامبر را فرا می‌گیرد. рӯзи 3 ноябри соли 2014 терминали нави фурудгоҳи байналмилалии душанбе ба истифода дода шуд. ин терминал бо кӯмаки молии фаронса сохта шуд ки дар доираи амалиёти мубориза бо терроризм дар афғонистон бо тоҷикистон ҳамкории наздик барпо карда буд. барои бунёди ин терминал 39 миллион евро сарф шуд. аз ин терминал ҳар ҳафта даҳо парвоз ба самти русияву олмон, туркияву чин ва бархе дигар кишварҳо сурат мегирад. 3 ноябри соли 2016 додгоҳи олии лондон соҳибкори тоҷик Аваз Назаровро ки аз афроди сарватмандтарини Осиёи марказӣ ба ҳисоб мерафт ба 1 солу 9 моҳи зиндон маҳкум кард. ӯ дар иҷро накардани қарори додгоҳи олии лондон барои бозгардонидани 35 миллион доллари як соҳибкори рус ба зиндон маҳкум шуд. Аваз Назаров ва ширкаташ Ansol Limited аввали солҳои 2000 яке аз миёнаравҳои асосӣ барои фурӯши алюминий аз Тоҷикистон буд ва корхонаи алюминийро бо иттиҳоми вайрон кардани қарордодҳои хариду фурӯши алюминий ба додгоҳ кашид. ҳукумати Тоҷикистон дар додгоҳҳои Лондон беш аз 100 миллион доллар харҷ кард ва ин яке аз гаронтарин баҳсҳои додгоҳи Тоҷикистон шуд.
3 ноябри соли 1964 иноят хоҷаева таваллуд шудааст ки барои дӯстдорони шеър бо исми Фарзона маъруф аст. Фарзона яке аз шоирони тавонои лирик аст. шеъраш Гули зардолу мерезад дар поёни солҳои 80 ӯро ба ҳайси як шоири тасвиргари боистеъдод маъруф кард. беш аз 20 китоби шеъри Фарзона аз ҷумла қатраи аз мулиён, муҳри гули мино, девон ва дигарҳояш на танҳо дар тоҷикистон балки дар Москву Лондон ҳам чоп шуданд. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 113-114 سومانی برابر $100 آمریکایی باشد تا 920 سومانی ارزش دارد. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 3 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. ما همیشه منتظر پیشنهادهای شما هستیم. تا فردا، خدا نگهدارتان.